به نام خدا با تقدیم سلام خسته نباشید خدمت همه شما شاگردای عزیز. خدا کنه همتان خوب و صحتمند باشید. شاگردای عزیز، امروز یک درس جدید از مضمون ریاضی صنف دهم میخوانیم. درس ما در فصل احصایه هست. روی گراف صندوقچه‌ای بحث میکنیم که شامل صفحه 369 و 370 کتاب ریاضی صنف دهم هست. از شما خواهشمند هستم که کتابچه و قلم پیشتان داشته باشید، جاهای مهم درس را یادداشت بگیرین و هر قسمتی هم که با سوال و مشکلی روبرو میشین او را هم نوشته کنین. در ختم درس میتونین که از ما بپرسین. شاگردای عزیز، قسمی که گفتم درس ما در فصل احصایه هست. ما موضوعات مختلف را تا به حال خواندیم و یک موضوعی که وجود داره و چندین بار بر شما گفته می هست که درس ها یکی با دیگه ارتباط داره. به او خاطر حتمی و لازمی هست که شما باید درس های گذشته را در خانه تکرار داشته باشین. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. امروز درس جدید ما را تحت عنوان گراف صندوقچه‌ای می‌خوانیم. روز قبل چارک ها را خواندیم و فهمیدیم که چارک ها 3 نوع داره: چارک اول، چارک دوم و چارک سوم. هر کدام به Q1، Q2 و Q3 نشان دادیم. اگر شما درس گذشته را تکرار کرده باشین، درس امروز را گفتم میتونم بسیار ساده هست، چون تقریبا کاملا شبیه درس گذشته هست و موضوعات روز گذشته را ما یک بار تکرار هم در این درس خواهد کردیم. شما ببینید شاگردای عزیز، ما براتون عنوان درس نوشته کردیم گراف صندوقچه‌ای. موضوع دیگه هم که وجود داره، اول از همه خواستم براتون همین عنوان درس را پیش از اینکه یک تعریف براتون بگویم روی یک مثال واضح بسازم. مثال خیلی ساده. شما دقت داشته باشین شاگردای عزیز، برای ما گفته شده تعداد مریضان یک شفاخانه در 17 روز پی هم به این تعداد هست. یعنی دیتای اولیه ما در 17 روز گرفته شده و چی را ارائه میکنه برای ما؟ تعداد مریضای یک شفاخانه را. حالا شما ببینید شاگردای عزیز، تعداد مریضای این شفاخانه در روز اول 11 مریض بوده، روز دوم 10 مریض، 15 مریض، 23 مریض، 14، 27، 16، 17، 28، 13، 31، 31، 18، 25، 26 و 24. 17 روز پشت هم با این تعداد مریض به شفاخانه مراجعه کرده. من به خاطر از اینکه یک گراف واضح را برای شما ترسیم کنم که او را به نام گراف صندوقچه‌ای یاد میکنیم، اول از همه باید چند مورد را در همین دیتا پیدا کنم. شما دیگه دیتا را میشناسین، همون معلوماتی که برای ما جمع آوری شده و ارائه شده را ما دیتا میگیم. دیتا را داریم و میفهمیم که دیتا عبارت از تعداد مریضا هست. ما باید چند موضوع را اول پیدا کنیم، بعداً میتونیم بریم و گراف صندوقچه‌ای را ترسیم کنیم. اون موارد کدام ها هست؟ دقت داشته باشین شاگردای عزیز، من براتون شماره وار میگم. اول از همه باید دیتای ما را ترتیب کنیم. یعنی قدم اولی هست که ما باید دیتا را ترتیب کنیم. چرا ترتیب کنیم؟ به خاطری که اگر ترتیب نباشه، پیدا کردن هر مورد دیگه ممکن ما را به طرف اشتباه ببره. به این خاطر دیتا را اول ترتیب میکنیم. وقتی میگم ترتیب، دیگه منظورم از چه قسم ترتیب هست؟ از ترتیب صعودی، یعنی از کم به طرف زیاد صعود میکنه. صعود یعنی بالا رفتن، همه تعداد هم بالا میره. ما میگیم ترتیبی که انجام میشه ترتیب صعودی باشه. خب مثلا چه قسم؟ مثلا من اول عدد 10 را قرار میدم، روزی که 10 مریض بوده. بعد عدد 11، روزی که 11 مریض بوده. اما تو که پیش میریم 25، بعدن 26. از کم به طرف زیاد ما میگیم ترتیب کردن صعودی. طبعا که روز گذشته هم که چارک ها را بحث میکردیم براتون گفته بودم اولین موردی هست که دیتا به صورت صعودی ترتیب شود. دومین موردی هست که ما میاییم کمترین دیتا را پیدا میکنیم که چی هست؟ یعنی بعد از اینکه ترتیب شد، پیدا کردن کمترین دیتا آسانترین کار هست. ببینید شاگرد عزیز، من میام دیتا را مطالعه میکنم.
میخوانم همه دیتا را که پیدا کنم کوچکترین اونا کدام هست. او را در کمترین دیتا قرار میتم. وقتی میبینم اعدادی که برای ما داده شده در خانه 10 هست، در خانه 20 و در خانه 30. از 30 و چند ما بالاتر نداریم و اعداد ما در خانه 10 مثلا 17 داریم، 16 داریم، 14 هست، 13 هست، اینجا 11 هست، اینجا 15. میبینم که 10 عدد 10 وقتی پیدا کردم دیگه وقتی به طرف دیتای ما میبینم متوجه میشم که از 10 کده کوچکتر نداریم. من دره به عنوان کوچکترین دیتا اینجا انتخاب کردم میتونم. زمانی که میخوایم ببینم بزرگترین دیتا چند هست، یعنی قدم بعد ازی پیدا کردن بزرگترین دیتا. کوچکترین دیتا را پیدا کردم، بزرگترین دیتا را همین قسم که کوچکترین دیتا را پیدا کردیم بزرگترین دیتا هم به همیشه و با مطالعه کردن و دقت کردن روی دیتای اولیه ما به دست میاد. من میبینم 24 دارم اما 26 از او که بزرگتر هست، پس 24 ما گفتم نمیتونم که بیشترین دیتا هست. 25 دارم، اینجا 27 دارم، 27 بلندتر هست، 18 کم است، 23 هست، 15 هست، 13 هست، 28 هست. متوجه میشم که اعدادی در خانه 30 دارم که 31 هست. من میگم همین عدد 31 ما بزرگترین دیتا هست، همچنان 10 ما کوچکترین دیتا هست. پس وقتی که این دو قدم را پیش بردم، قبل از او به صورت سعودی ترتیب کرده بودم، فعلا ترتیب شده نیست دیتای ما. در مراحلی که ما سوال حل میکنیم حتما با ترتیب را پیش برده باشیم. من میگم موارد دیگه چی هست؟ مورد سومی هست که باید میانه را پیدا کنیم. شاگردای عزیز، میانه دیتا را روز قبل بحث کردیم که چطور میتونیم پیدا کنیم. دیتای داده شده را میبینیم و همو عددی که خود دیتای ما را به دو بخش تقسیم میکنه، قبل دیتا و بعد دیتا. قبل از همین میانه با بعد از میانه با هم دیگه یکسان باشن، ما همون را به نام میانه دیتا یاد میکنیم. و اگر به یاد داشته باشین یا باید به یاد داشته باشین، میانه دیتای ما مساوی بود با Q2، یعنی چارک دوم. چارک دوم به همیشه و پیدا میشد. بعد از اینکه من میانه را پیدا کردم، میایم Q1 و Q3 را هم پیدا میکنم. Q1 و Q3 چی هست؟ یعنی چارک اول و چارک سوم بین همو دیتایی که قبل از میانه هست. من دوباره میایم میانش تعیین میکنم و همو قدر دیتایی که بعد از میانه هست من میام در بین اونا هم که بعد از میانه واقع شده میانش پیدا میکنم. زمانی که من از همین دیتایی که اول از همه میانش پیدا شده بود و گفته بودم Q2 هست یا چارک دوم هست و بعدا خواستم که بیایم Q1 و Q3 را پیدا کنم. حال دیتای ما دو بخش تقسیم شده، بخش اول بخش دوم، نیمه اول نیمه دوم، یا اتو میگم براتون قبل از پیدا شدن میانه و بعد از میانه. من دیتای قبل از میانه را هم دوباره میانش پیدا میکنم به صورت یک دیتای جداگانه و دیتای بعد از میانه را هم جداگانه میانه برش پیدا میکنم. اینا را هم نام میمونم Q1 و Q3، چارک اول و چارک سوم. به این شکل ما میتونیم همه این موارد را پیدا کنیم. پس به خاطر ترسیم گراف صندوقچه‌ای همه اینا نیاز هست. من میایم تمام اینا در روی یک مثال بر شما کار میکنم. شما دقت کنید شاگردای عزیز، مثال برای ما داده شده. گفته که تصادفات ترافیکی در 15 روز به این تعداد بوده. البته که یک موضوع خوبی نیست، تصادف ترافیکی را برای ما نشان میده و تعداد را هم میبینیم که خیلی زیاد هست. در 15 روز هر روز به صورت جداگانه وقتی که همین بررسی انجام شده و دیتا جمع آوری شده، معلومات اولیه جمع آوری شده، یک تعداد مشخص راپور داده شده، هر کدام اونا در سوال برای ما آمده. در روز اول 12 حادثه ترافیکی، مثلا در یک از روزا میبینیم 27 هست، یکی از روزا 19 هست، 31، 43، 32. تمام اینا نشان میده که روزهای مختلف در بین همین 15 روز برای ما دیتای مختلف را ارائه میکنه و من میخوایم یک گرافی از این ارائه کنم تا ای که مو گراف برای ما بسیار به سادگی قابل خواندن باشه. من همین مراحل را پیش میبرم که پیشتر براتون گفتم، 4 مرحله را پیش میبرم. بعدا میایم براتون میگم که چرا باید گراف صندوقچه‌ایش ترسیم کنیم و خود گراف صندوقچه‌ای چی هست، چه قسم رسم میشه.
پس مراحل ما چه قسم بود؟ اول از همه باید دیتای ما را ترتیب میکردیم شاگردای عزیز. به خاطر ترتیب دیتا از کوچکترین به طرف بزرگترین میریم. چرا؟ به خاطری که ترتیب ما نامش هست ترتیب سعودی. من همین کارم میکنم شاگردای عزیز. ببینین کوچکترین دیتای ما چند هست؟ من وقتی تمامش میبینم اینجا 10 کوچکترین دیتا هست. براتون به رنگ زرد حلقه کردم. از 10 شروع میکنم، دیتا را ترتیب میکنم. نوشته میکنم 10. بعد از 10 عدد 12 هست. من نوشته میکنم 12. بعد از اون میبینم 13 14 نداریم، 15 هست. 15 را نوشته میکنم. 16 داریم، اینجا 16 داریم. 17 نداریم شاگردای عزیز. 17 18 موجود هست. 18 را هم نوشته میکنم. 19 را هم داریم نوشته میکنم. این قسمت 19 هست. 20 21 هم موجود نیست. 22 را هم نداریم. اینجا 23 داریم. من در ترتیب 23 را پیدا کردم. بعد از 23 میاییم میبینیم 24 نداریم. این قسمت 25 داریم. 25 را نوشته میکنیم. بعد از 25 هم بین دیتای باقی مانده میبینم که کدام چیزها باقی مانده. 32 مانده، 27 مانده، 34 31 43 و 41. یعنی بعد از 25 من کوچکترین دیتایی که پشت ازی دارم 27 هست. بعد از 27 را هم میتونم گفته که دیتای ما 31 هست. نوشته میکنم 31. بعد از 31 هم 34 یا اینجا 32 داریم. 32 پشت 32 34 پشت 34 هم 41 و بعدا 43. خب شاگردای عزیز دیتا را میبینیم که یک 14 هم اینجا من اضافه میکنم. در بین دیتای ما 14 هم داشتیم. 14 بعدا 15. حالا که میبینم بین تمام دیتای ما 15 روز دیتایش ترتیب شده ارائه شده. حالا که این ترتیب هست من میایم بیشترین دیتا را براتون پیدا کردم 10 هست. کمترین دیتا را براتون دریافت کردم 10 بود. بیشترین دیتا هم 43 هست. 43 را هم حلقه میکنم، 10 را هم حلقه میکنم به عنوان کمترین دیتا و بیشترین دیتا. پس نوشته میکنم شاگردای عزیز باید واضح در سوال شما نوشته کنین کمترین دیتای ما مساوی بود به 10. بیشترین دیتای ما یا بزرگترین دیتای ما مساوی بود به 43. میخوایم ببینم که میانه همین دیتای ما کدام هست. به خاطر دریافت میانه اول کوشش میکنم که تعداد را بفهمم چقدر است. شما میفهمین 15 هست. اگر من 15 را تقسیم کنم به 2 چند میشه؟ 7 دوی ما 14 میشه. 7 و نیم میشه. من میام هفتم را پیدا میکنم. خب شاگرد عزیز من میام 7 را حساب میکنم. از همین کمترین دیتای ما که 10 بود من 7 حساب میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 سر 19 7 میه. بعد از اون من میگیرم به عنوان میانه دیتای ما. پس میانه دیتای ما میشه 23. اگر شما خواسته باشین بعد از اون هم حساب میتونین. 1 2 3 4 5 6 7 برای ما نشان میده که 7 تا از همین دیتای داده شده قبل از میانه هست و 7 عدد یا 7 تا از دیتای ما بعد از میانه هست. همین را میانه میگیم دیگه که دیتا را به 2 بخش تقسیم کنه. قبل از میانه و بعد از میانه با هم برابر باشه. من میگم میانه را پیدا کردم 23. از طرف ما میفهمیم که میانه ما مساوی هست به Q2 یا چارک دوم. من میگم چارک دوم ما هم هست 23. هنوز سوال ما چند جزء دیگهش مانده که پیدا کردن Q1 و Q3 هست. Q1 و Q3 هر کدام به نام چارک اول و چارک دوم یاد میکنیم. چطور میتونم اینا را؟ چارک سوم. چه قسم میتونم پیدا کنم؟ قبل از میانه را در نظر میگیرم و از بین از او میانهش جداگانه پیدا میکنم. یعنی دیتای ما از 10 تا 23 اگر باشه من حساب میکنم از 10 تا 23 چند مورد است؟ 7 است. اگر من عدد چهارم را بگیرم 3 تا قبل از او و 3 تا بعد از او را داریم. 1 2 3 4 عدد 15 میشه. 15 را بر شما حلقه میکنم و همچنان بعد از 23 4 مورد 1 2 3 4 عدد 32. من 15 را به نام چارک اول
و عدد 32 را به نام چارک سوم یاد میکنم. شاگردای عزیز، ما چند مرحله پیش رفتیم. اول دیتا را به صورت سعودی ترتیب کردیم، کمترین و بیشترین دیتا را پیدا کردیم، میانه دیتا را پیدا کردیم، قبل میانه و بعد میانه را جداگانه در نظر گرفتیم، تانستیم Q1 و Q3 را هم پیدا کنیم. شاگردای عزیز، حالا میایم همه اینا رو در نظر گرفته یک گراف رسم میکنم و میگم اون گراف ما گراف صندوقچه‌ای هست. گراف صندوقچه‌ای یک تصویر را برای ما ارائه میکنه. یعنی گفتم میتونیم گراف صندوقچه‌ای تصویری هست که پراگندگی دیتا را نسبت به هر گراف دیگه بهتر برای ما ارائه میکنه. پس ما پراگندگی دیتا را در گراف صندوقچه‌ای بهتر میتونیم مطالعه کنیم. پس من میام شاگردای عزیز همه این موارد در نظر گرفته بر شما گراف را رسم میکنم. خب شاگردای عزیز، شما دقت داشته باشین. من میخوایم گراف صندوقچه‌ای را بر شما ترسیم کنم با همون مواردی که تانستیم از دیتای اولیه پیدا کنیم. چیزا بود؟ بیشترین دیتای ما بود 43. ما 43 را بر شما اینجا در خود همین گراف نوشته کردیم با عنوان بیشترین دیتا. همچنان کمترین دیتا را پیدا کرده بودیم 10. پس ما 10 را هم به همون خاطر در اینجا قرار دادیم. میانه را پیدا کرده بودیم. این نقطه عبارت از میانه ما هست. مثلا تو نشان میدم که بفهمین. نقطه میانه ما بود عدد 23. 23 را گفتیم هم میانه هست و هم Q2 هست یا چارک دوم. شاگردای عزیز، ما Q1 و Q3 را هم پیدا کرده بودیم. Q1 یا چارک اول این طرف، چارک سوم هم به این طرف. پس به این طریق ما همین 5 موردی که دریافت کردیم پیشتر در یک خط ما قرار دادیم و شما ببینین که بین اینا ما به همون قدر فاصله که وجود داره اونا را هم مراعات کردیم و موضوع دیگه ای که ترتیب داره 10 از 15 23 32 و 43. حالا من میایم از هر کدام اینا یک خط ترسیم میکنم. دقت داشته باشین شاگردای عزیز، به خاطر از اینکه من از اینا خط ترسیم کنم از 10 میایم تا این قسمت، از 43 هم تا همین قسمت من میایم. اما شاگردای عزیز از 32 کمی بالاتر از این دو بخش دیگه من قرار میتونم. اینجا هم تا به این قسمت شما میبینین که من این خطها را ترسیم کردم. این خطها بر ما گراف صندوقچه‌ای را ارائه میکنم. دقت داشته باشین شاگردای عزیز، من میام همین نقاط پس دوباره با هم وصل میکنم. از هر دو طرف میام وصل میکنم. این قسمت را هم با هم دیگه نقاط وصل میکنم. اگر بیام بر شما از اینجا هم یک خط ترسیم کنم، شما میبینین که در این بین یک صندوقچه تشکیل شده. دلیل از اینکه این گراف به نام گراف صندوقچه‌ای هم یاد میشه، تشکیل شدن اینمی صندوقچه‌ای هست که ما در بین Q1 الی Q3 میبینیم. یعنی از 15 الی 32. شاگردای عزیز، من همین گراف نامش میمانم گراف صندوقچه‌ای. پس گراف ما شد گراف صندوقچه‌ای و موضوع مهمی که اینجا وجود داره ای هست که ما باید حالا بتانیم این گراف را بخوانیم. ترسیمش تانستیم که کنیم. چطور میتونیم این گراف را بخوانیم؟ شاگردای عزیز شما ببینین این همی صندوقچه‌ای که در بین تشکیل شده از Q1 الی Q3 از 15 الی 32. من همین را میگم این قسمت 50% دیتا را برای ما ارائه میکنم. یعنی 50% دیتای ما در بین اینمی صندوقچه قرار داره. از این صندوقچه به طرف راست و چپ 25% دیتای ما قرار گرفته. 25% دیتا به این طرف، 25% دیتای ما هم به این طرف که سرجم 100% دیتا را برای ما ارائه میکنه. پس شاگردای عزیز، این گراف برای ما میزان پراگندگی را در بین دیتا نشان میده و همچنان با یک بار دیدن از این دیتا ما میتونیم درست و کامل متوجه شویم که مقدار دیتایی که از 15 الی 32 هست 50% دیتای ما می باشه. پس شاگردای عزیز، اگر نتیجه گیری کنیم از گراف صندوقچه‌ای گفتم میتونیم که بین 15 الی 32 یا چارک اول الی سوم 50% دیتای ما قرار داره. بین 10 تا 15 25% دیتای ما قرار داره. بین 32 الی 43 25% دیگه از دیتای ما قرار داره. من میگم که این بود بحث ما روی گراف صندوقچه‌ای.
امیدوار هستم همه شما یاد گرفته باشین. شاگردای عزیز، باید همه این موارد قدم به قدم مراعات کنین. باید بفهمین که باید همه این موارد پیدا شه و بعداً گراف صندوقچه‌ای ترسیم شه. چون اگر این موارد نباشه یا هم شما ترتیب نکرده باشین دیتا را، جوابتان درست نمیآید. شاگردای عزیز، یک بار دیگه شما همین مثال صفحه 370 را در کاپچه هایتان کار کنین، برسانین، کاملا منظم و نوشته کنین. تمام مواردی را که پیدا کردین به صورت نوشتاری باید در کاپچه تان باشه که کمترین دیتا مساوی بود بینی، بیشترین دیتا به همین شکل همه مواردی که شما پیدا کردین. روز بعدی هم کارخانگیتان را با خود بیارین. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.